اگه تا حالا چیزی ساختی، یه آهنگ، یه طراحی، یه عکس یا حتی یه ایده تجاری، این ویدیو برای تو. هر بار که خلق میکنی در واقع داری دارایی فکری میسازی و قانون مالکیت فکری همون چیزیه که میگه این مال توه. قانون 4 نوع اصلی از خلاقیت رو محافظت میکنه. کپی رایت برای آثار خلاقانه مثل موسیقی، فیلم، متن، عکاسی یا نقاشی. تریدمارک برای هویت برندت مثل اسم، لوگو، شعار. پتنت برای اختراعات و نوآوری‌ها که حق انحصاری استفاده یا تولیدش رو بهت میدن. و ترید سیکرتس برای اون بخش‌های پشت صحنه کارت. فرمول‌ها، روش‌ها یا ایده‌هایی که خاصت می‌کنن. مثلا فرمول کوکاکولا یا راز تجاری. خلاقیت فقط بیان نیست، سرمایه است. چیزی که میتونه برات اعتبار، ارزش و دوام بسازه. ما در فرزان فلاح‌لا کمک می‌کنیم از چیزی که ساختی محافظت کنی تا ایده‌هات فقط الهام بخش نباشن، ماندگار هم باشن. اگه خلقش کردی، حفظش کن. برای آگاهی بیشتر از این که چطور مالک کار خودت باشی، صفحه فرزان فلاح‌لا رو دنبال کن.